به نام خداوند رحمتگری مهربان. سلام بچه های عزیز و دوست داشتنی، خوبت؟ سلامتت؟ سلامتیتان خوب است؟ اینجا رادیو مهر، صدای کودک. من شهنازه هستم. امروز با دوست شما سمیه مخلصا و میخواهم برایتان یک داستانی جالب و شنیدنی تعریف کنیم. سلام دوستانی عزیز، امروز میخواهم برایتان درباره چوپانی دروغگو افسانه‌ای بگویم. چوپانی دروغگو. روزگاری چوپانی مهربانی بود که در نزدیکی دهی گوسفندان را به چرا می‌برد. مردم ده که از مهربانی و خوش اخلاقی او خرسند بودند تصمیم گرفتند که گوسفندانشان را به او بسپارند تا هر روز آنها را به چرا ببرد. او هر روز مشغول مراقبت از گوسفندان بود و مردم نیز از این کار راضی بودند. برای مدت‌ها این وضعیت ادامه داشت و کسی شکایتی نداشت تا اینکه یک روز چوپان شروع کرد به فریاد: گرگ به گله حمله کرده است! گرگ به گله حمله کرده است! کمک! کمک! وقت مردم خود را به چوپان رساندند فهمیدند که گرگ آمده است و یک گوسفند را خورده است. آنان چوپان را دلداری دادند و گفتند: نگران نباش، خدا را شکر کن که بقیه گله سالم است. اما از آن پس هر چند روز یک بار چوپان فریاد میزد: گرگ! گرگ! آی مردم، گرگ! وقت مردم ده سراسیمه خود را به چوپان می رساندند می دیدند که کمی دیر شده و دوباره گرگ گوسفند را خورده است. این وضعیت تا چند وقتی ادامه داشت و همیشه مردم دیر می رسیدند و گرگ گوسفند را خورده بود. پس مردم ده تصمیم گرفتند پولهای خود را روی هم بگذارند و چند سگ برای گله بخرند. از وحشی ترین ها و قوی ترین سگ ها چوپان نیز به آنها اطمینان داد که با خرید این سگ ها دیگر هیچگاه گوسفند خورده نخواهد شد. اما پس از خرید سگ ها هنوز مدت زیادی نگذشته بود که دوباره صدای فریادی آی گرگ، آی گرگی چوپان به گوش می رسید. مردم می دویدند و خود را به گله می رساندند. دوباره گوسفندی خورده شده بود. ناگهان یکی از مردم که از دیگران باهوشتر بود به بقیه گفت: ببینید هنوز اجاق چوپان داغ است و استخوان‌های گوشت سرخ شده و خورده شده گوسفندانمان در اطراف پراکنده است. مردم که تازه متوجه شده بودند که در تمام این مدت‌ها چوپان دروغ می‌گفته است فریاد زدند: آی دزد! آن چوپان دروغ می‌گوید! آن را بگیرید تا آن را ادب کنیم. اما ناگهان چهره مهربان و مظلوم چوپان تغییر کرد. چهره دزد و وحشی به خودش گرفت. چوب دستی چوپانی را برداشت و به سمت مردم حمله ور شد. سگ‌ها هم که فقط از دست چوپان غذا خورده بودند و کسی را جز او صاحب خود نمی‌دانستند،
را همراهی کردند. بسیاری از مردم از چوب دستی چوپان و بسیاری از آنها از گزیدن سگ‌ها زخمی شده بودند. دیگران نیز وقتی این وضعیت را دیدند گریختند. در روزهای بعد مردم برای عیادت از زخمی شدگان می رفتند. یکی از آنها پیشنهاد داد که دیگر گوسفندانمان را به چوپان دروغگو ندهیم و چوپان دروغگو را از این ده باید بیرون کنیم و از این پس وقت داستان چوپان دروغگو را برای کودکانمان نقل میکنیم باید برای آنها توضیح دهیم که هرگاه خواستید گوسفندان، چوبی دستی و سگ‌های خود را به کسی بسپارید، پیش از هر کاری در مورد درستکاری او بپرسید و مطمئن شوید که او دروغگو نیست. بچه‌های عزیز، با همین داستانی ما به آخر رسید. دوست و یکان، شما نیز می توانید داستانی دوست داشته‌تان را بگویید درباره چی بودنش را تا ما داستانی مورد علاقه و پسندیده‌تان را برایتان تعریف کنیم. خدا نگهدار دوستان خوب. تا داستان و افسانه دیگر، خدا حافظ. برای دریافت پادکست هایی بیشتر و برنامه های متنوعی رادیو مهر، ارمغان امید و آینده می توانید با واتساپ ما با شماره +90 531 623 0676 پیام دهید و با ما در ارتباط باشید. اینچنین در کانال یوتیوب و فیسبوک رادیو مهر آبونه شده و ما را همراهی کنید. www.radiomehr.org